ما پسنداز نداریم، به یگانجا سفر نمیکنیم، سیر و گشت هم نمیکنیم. این برای ما دستنارس است. این نوار پر احساس را همسر یکی از افسران قسم نظامی قزاقستان ثبت کرده است. در چند ساعت آن در همه شبکه‌های اجتماعی پهن گردید. بخصوص همسران دیگر نظامیان آن را به یکدیگر می‌فرستادند. واقعیت این است که خود نظامیان و نزدیکان آنها عادتا از ترس پیامد چنین کار شرایط خدمت و معاش ناچیز را آشکارا به زبان نمی‌آورند. شوهرم یک روز پس کار میکند. در این ماه که پول اجاره پایین نرفت، مبلغ به چیزی نرسید. برایمان پامپرس لازم بود. شوهرم که برگشت گفت وقتی خوراک نصف روزی به تاکسیرانی مشغول میشود، زیرا آدمان در این وقت از تاکسی زیاد استفاده میبرند. مبلغ را برای پامپرسی کودک خرج میکنیم. به فکرتون این کار به من خوش میآید؟ من درک میکنم که وی در چه حالت است. تا ماهای نزدیک معاش پس نظامیان را محض از حساب پرداخت منزل جبران میکردند. این یک نوع درآمد علاوگی به خانواده های نظامی به حساب میرفت. آخر ماه ایون امسال وزیر مدافع فرمان صادر کرد که طبق آن نظامیان این مبلغ را نه با صلاحیت خود بلکه تنها برای پرداخت اجاره، پرداخت قرض‌های ایپوتیکی یا پسنداز استفاده برده میتوانند. به عقیده سرباز سابق و سرهنگ احتیاطی گلیمجان صدوکاسف، ارتش با نارسایی کادرها روبروست و بدون مبلغ‌های علاوگی به مثال کمک پولی منزل وضع ارتش بدتر خواهد شد. با گفته کارشناسان این وضع به کار حربیان به تاثیر نبوده به اقتدار مدافعی کشور تاثیر منفی میرساند. گفتن ممکن است که حالا یک افسر از بارکش هم کمتر معاش میگیرد. در شهر الماتا یک خطکشان امکانی بیشتری پول کار کردن را دارد نسبت به یک افسری که از صبح تا شام در پاسبانی است. این زن سوالهای منطقی میدهد. هیئت افسران خود آنها را از این امتیازها محروم کردند و حالا آنها یک راه دارند، ماندن یا رفتن. شاید حالا اکثر آنها ترک وظیفه کنند، مخصوصا افسران تازه تعیین شده. Тудың белсенді кезеңін өткізу барысында қазақстандық контингент атыс қаруы мен гранат атқыштардан қарсыласқа жаппай оқ жаудырды. Осылайша елді мекен азат етіліп, содырлар құрамы толықтай талқыланды. تا جایی که به من معلوم است فهمیش معینی وجود دارد که مبلغ گذاری بیشتر لازم است، اما در این زمینه باید ساختاری را نیز به نظر گرفت که مبلغ به آن روانه می شود. اگر در ارتش سطح بلندی فساد موجود باشد، واحدهای نباشد که مناسبت‌های غیر آیین‌ناموی و سستی ساختار ارتش را آشکار سازند، یعنی خود نظام به طور درست تشکیل نشده باشد، پس چنین مبلغ گذاری ثمره کافی نخواهد داشت. اندیشه سرهنگ صدوکاسف دولت قادر است معاش خدمتچیان حربی را زیاد نماید اگر تمام هیئت خدمت رسان از حساب کارمندان دائمی که به گفته او حال از حد زیاد است کم کرده شود. چون به تصدیق صدوکاسف در اکثر حالتها این جایها را خویشاوندان نزدیکان نمایندگان هیئت عالی افسری اشغال می نمایند که به توانایی دفاعی قزاقستان تأثیری نمی گذارد.